تلفن نوی سامسونگ که به قبل 3 ورق دارد، تلاش دیگر این شرکت عظیم در بازار استحصال تلفن‌های همراه است که رقابت در آن سال به سال سخت‌تر می شود. تلفن گالاکسی Z 3 فولد از 3 لوح عبارت بوده، در مقایسه با تلفن پیشین سامسونگ گالاکسی Z فولد 7 25% بزرگتر است. اگر پول کافی دارید می توانید آن را با قیمت $2440 بخرید. معاون مدیر سامسونگ میگوید تلفن نو از آن نوع تلفن‌های خاص است که بعضی از مشتریان می‌خواهند. 일단 폴더블 시장은 계속 커나갈 거라고 제가 생각을 하고 있습니다. با باور من بازار تلفن‌ها با لوح نرم وسیع‌تر می شود. تلفن گالاکسی فولد 7 مشتاقان زیاد یافت و ما از این زیاد آموختیم. تلفن 3 فولد به خصوص می تواند این بخش مهمی بازار را رواج دهد. 폭발적으로 성장하는데 트리거가 될 수 있을 거라고 저는 생각을 합니다. فروش تلفن سامسونگ 3 فولد از روز 12 دکبر در کره جنوبی آغاز می‌یابد و همین سال در چین و سنگاپور، تایوان و امارات متحده عربی هم آن را می‌توان یافت. فروش آن در امریکا در 3 ماه اول سال آینده آغاز می شود. کی به تاجیکستان می رسد معلوم نیست. انتظار می رود رقابت در استحصال تلفن‌های هوشمند با لوح نرم سخت‌تر شود. شرکت هواوی چین ماه سپتامبر گذشته همین گونه تلفن خود را معرفی کرد. انتظار می رود شرکت اپل هم سال آینده همین کار را کند، اما این نوع تلفن‌ها حالا خریدار زیاد ندارند. تحلیلگران شرکت کانترپوینت ریسرچ گفتند که نوع تلفن‌ها در بازار جهانی امسال کمتر از 2% فروخته شدند و تا سال 2027 حصه آنها در بازارها پایین‌تر از 3% میماند.